اصلا داستانشو میدونید چیه؟ آره برای مامانت خوندیم. برای مامانت خوندیم. میدونی؟ آره من یه روز تو خونه بودم مامانم یه صدا کرد نمیگفت حامی اینو دیشبم گفتم یه صدام کرد و من جوابشو ندادم ولی گفت چرا جوابمو نمیدی؟ همون لحظه جوابی بهش دادم که شد این کار من از قصد جوابتو نمیدونم. من از قصد جوابشو نمیدم که چی؟ صدام کنه بیشتر صدام کنه بیشتر دیگه شد افتخار مامانه قشنگ اندازیم واسه این جوابتون نمیدم افتخاره مردترین مردی که میشناسم افتخار پدر نازنینه هر چقدر من دوست داری میدونم کار تشویق کن خدا پدر مادراتون رو نگه داره براتون